سلام، هوش مصنوعی. بفرماییم چای سبز بخوریم خودیم. سلام، چه پیشنهاد خوبی. چای سبز خیلی هم عالیه. میتونیم در کنار یه صحبت گرم و صمیمی ازش لذت ببریم. شما چطور دوست دارین چای سبزتون رو آماده کنین؟ ما چای سبز آماده کردم، منتظرم یک لطیفه بگی که بچسبه خود همین چای سبز برای ما. چه عالی. باشه، یه لطیفه براتون میگم. چرا دوتا چای سبز نمیتونن با هم حرف بزنن؟ چون توی قوری دم کشیده میشن. امیدوارم لبخند روی لبتون بیاد. حالا با یه چای سبز گرم حسابی بچسبه. و تو هم همینطور. خواهش میکنم. اگر باز هم سوالی داشتی یا دوست داشتی صحبت کنی، من اینجا. نوش جانت باشه اون چای سبز. باشه، چای بخورم باز سوال میکنم. حتما، من اینجا هستم. نوش